چون میخوام یه خاطره براتون تعریف کنم. نیما لوح سطحی یوتیوب کانال نیما تکیدو که گرفت، من توی مغازه‌ای کار میکردم، اولین نفر مستقیم اومد پیش من تو مغازه. بعد از اون مستقیم اومد تو پیش من، صاحبکارم یهو دید یکی با لوح یوتیوب اومد. پشمای همه اونجا ریختن. یا خدا چیه چجوریه؟ من نیما خوشحال اصلا لوح تیه واقعا یادت اول نفر نیوا دید لوح. آره لوح یوتیوبشو نیما گرفت، اصلا ما ذوق داشتیم میمردیم از خوشحالی. خیلی حس خفنی. اما رفتی بیرون اونا به من گفتن این رفیق دیگه رفت اون بالا دیگه جواب سلام تو هم نمیده و دیگه این رفت. نیما کاری کردش که الان یه لوح ما با هم گرفتیم. دور سرت بگردم. برم مشترمانی. یه چنل جدید دارم میزنم، موضوعش بلاگه. این اولین ویدیوه. الان تو اولین ویدیوم بود. لوح کامتالام رسید و خانواده کامتالام روز به روز داره بزرگتر میشه. و ما شاهد پیشرفت کامتالام هستیم و این یعنی همه تلاش و انرژیامون به ثمر رسید. من باعث افتخارم که طرفدار کامتالام. من و بقیه فنها همیشه پشتشون هستیم. خیلی خاطره داریم با چنل کامتالام. این رو واسه کمی کنار هم بودن و تلاشای بی‌پایانتونه. ما تو اول پشت کامتالام هستیم. مرسی که همیشه حالمون خوب میکنی. مرسی که با هر ویدیو کلی حال خوب انتقال میدونی. و ما تا جایی که بتونیم از این حمایت میکنیم. ما همیشه پشت کامتالام هستیم. خانواده تکیدو داره بزرگ و بزرگتر میشه. نیما عزیزم همینجوری شاد پرنج و خفن جلو برید. 1 میلیونی خانواده‌مون رو ببینم گل بزنم. و ما تا ابد پشت خانواده کامتالام هستیم. شما کنید کامتالام فامیلی فور ایور. یس. خانواده